بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، ما امروز قرار داریم در حیات صحابه دیگری که نامشان ثمامه بن اثال می باشد. ثمامه فرزند اثال. این یک قصه زیبایی را داراست و چگونه به اسلام مشرف گشتنش و با این نفر که چند از صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم را به شهادت رسانیده بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه معامله کرد. در سال 6 هجرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می‌خواستند که اسلام عزیز را بر گوش دیگران رسانیده باشند و به سوی 8 نفر، چه از پادشاهان عرب و چه از پادشاهان عجم، روانه کردند و یکی از نامه‌هایی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روان کردند این به سوی همین صحابه که بعداً صحابه گشت، ثمامه بود، فرزند اثال از قبیله حنیفه. با اون نامه را وقت روان کردند، نامه را خواند و خیلی غضبناک شد و نامه را به یک درشتی قبول کرد و تصمیم گرفت تا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را به قتل رسانیده باشد تا مردم از اون خلاصی پیدا کرده باشند. در یکی از جنگ ها به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و هجوم کرد، اما خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم را که نگهبان است ولیکن چند از صحابگان از یاران پیامبر را به یک سختی به شهادت رسانید، تا جایی که پیامبر گرامی اسلام حکم کرد تا ثمامه را پیدا کرده باشند و او را به قتل رسانیده باشند، یعنی خونش را حلال اعلان کرد. بعد از یک مدت ثمامه میخواست به سوی مکه مکرمه بیاید و در کعبه را زیارت کرده باشد و در نزد بتها یک ذبح کرده باشد. در راه می آمد، در نزدیکی های مدینه منوره یکی از نمایندگان پیامبر او را بازداشت کرد و به مدینه منوره به مسجد پیامبر گرامی اسلام آورد و او را در یکی از ستونهای مسجد بسته کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانه خود بیرون شدن، در چشمشان همین ثمامه افتاد و به سوی صحابگان پرسان شدند که آیا می دانید که کی را شما بازداشت کرده اید؟ صحابگان گفتند نه یا رسول الله، نمی دانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت این ثمامه است. پیامبر گرامی اسلام یک نفری که با اون اینقدر دشمنی کرد و میخواست او را، یعنی پیامبر را، به قتل رسانیده باشد، صحابگان را، چند از یاران پیامبر را با سختی به شهادت رسانید. ببینید که چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم با او معامله کرد. حالا که نزدش نآمده بود، امر کرد تا از خانه خود طعام آورده باشند نزد ثمامه و این چنین امر کرد که شیر آورده باشند. این کار را کردند، از خانه پیامبر گرامی اسلام طعام آوردند و این چنین شیر آوردند نزد ثمامه. بعد از چند زمان پیامبر گرامی اسلام نزد ثمامه آمد و از اون پرسان شد و میخواست که خداوند او را هدایت کند و به اسلام مشرف شود و آمد و از ثمامه پرسان شد که ماذا عندك یا ثمامه، در نزد تو چیست یا ثمامه؟ چنین یک جواب دادند به سوی پیامبر گرامی اسلام که اگر مرا میخواهی کشته باشی بکش و این حق را تو داری، زیرا که من از یاران تو چند نفری را به شهادت رسانیده بودم، حق تو است اگر مرا به قتل میرسانی برسان و اگر مرا انعام میکنی، رها میکنی، برایت سپاسگزار میشوم و این را فراموش نخواهم کرد و اگر مال میخواهی مال برایت میدهم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم که از این نفر مال نمیخواستند، از این نفر دنیا نمیخواستند، او را ترک کردند و این چنین 2 روز در همین مدینه منوره در مسجد باقی ماندند و پیامبر صلی الله علیه و سلم بار دوم چنین پیشنهاد را کردند، اما جواب ثمامه همون جوابی بود که در اول برای پیامبر صلی الله علیه و سلم رسانده بود و سومین بار پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدش آمدند، باز هم چنین پیشنهاد کردند که آیا مسلمان می شود
اما جوابش همون جواب اوله بود که اگر مرا رها کنی من سپاسگزار می شوم و اگر مرا به قتل می رسانی حق توست و اگر مال می خواهی من برایت مال می دهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بار سوم امر کردند که ثمامه را رها کرده باشند. دوستان عزیز، این موقع خیلی جالب است که اینجا باید کمی نگریسته باشیم که چگونه پیامبر که رحمت للعالمین است با یک دشمنترین خود یک معامله دارد که هیچ نفر امروز چنین معامله را کرده نمیتواند. یعنی این رحمت است که برای امت اسلام، برای همه از پادشاهان دنیا پیامبر گرامی اسلام می آموزد که چگونه انسان باید حتی با دشمن خود چگونه رفتار کرده باشد، چگونه معامله کرده باشد. ببینید می توانست پیامبر صلی الله علیه و سلم که امر کند او را به قتل رسانیده باشند، می توانست که امر کند او را شکنجه کرده باشند، اما که پیامبر رحمت بر عالمیان است این را نکرد، بلکه برای اون طعام آماده کرد، برای اون شیر آورد و او را احترام گذاشت و در روز سوم مجبورش هم نکرد. در روز سوم وقت دید که وی مسلمان نمی شود امر کرد که او را آزاد کنند و از ثمامه را آزاد کردند. ثمامه از مسجد بیرون شد و نزد بقیع رفت، یک جایی که در پیشتر اونجا درختزار بود و در اونجا طهارت کرد، وضوء خوب گرفت و برگشت و آمد نزد صحابگان گرام و مسلمان شدن خود را آشکار کرد و اعلان کرد و مسلمان گشت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از اون پرسان شد که چرا اون زمانی که من تو را دعوت کردم ایمان نآوردی اما بعدش ایمان آوردی کمی بعد؟ و اسامه چنین جواب داد که اگر من در چنین حال ایمان می آوردم برای من می گفتند که از ترس محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اما این زمان که من در آزادی بودم ایمان آوردم، این به اختیار خود من بود. و چنین یک جمله هایی را گفتند که یا رسول الله، من در این دنیا از همه نفری که بسیار از اون نفرت داشتم و بد می دیدم این شما بودید، این پیش از اسلام. زمانی که امروز من مسلمان گشتم از همه نفر دوست داشته ترین برای من شما هستید و این چنین از همه شهری که من بد می دیدم همین شهر شما بود و امروز از همه دوست داشته ترین شهر این شهر شما است برای من. و این چنین گفتند که از همه دینی که من بسیار بد می دیدم این دین اسلام بود، اما امروز از همه دینی که من دوست می دارم این دین اسلام است. و ثمامه که رئیس یک قبیله بودند از پیامبر گرامی اسلام خواستند که به سوی مکه رفته باشند تا زیارت کعبه را کرده باشند و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آموختن مناسک حج را که در حج در عمره چی باید کرد و او را روان کردند به سوی کعبه و سوی مکه مکرمه. زمانی که ثمامه آمد در اطراف کعبه و همین تلبیه را که لبیک اللهم لبیک است تا آخرش، اولین صحابه که این تلبیه را در اطراف کعبه خواند همین است که ثمامه است. و این را زمانی که میخوان اهل مکه مشرکین مکه غضبناک شدند و حتی شمشیرهای خود از غلاف برداشتند جدا کردند، میخواستند او را ضرر برسانند. ناگه دیدند که این ثمامه است، رئیس یک قبیله که تمام مالهای عرب، تمام مالهای مکه مکرمه به واسطه یا که از خود قبیله حنیفه، از قبیله که ثمامه اونجا رئیسش بود، از اونجا به اینا می آید. به این خاطر گفتن ای را دست درازی نکنید، به این ضرر نرسانید که دیگر برای ما مال و طعام نمی آید. و ثمامه به اونها دعوت کرد که اسلام آورده باشند و گفت من وقتی به قبیله خود باز میگردم تا زمانی که شما ایمان نآورید به سوی شما مال و متاع و خوراک روان نخواهم کرد. و این چنین هم کرد. زمانی که به قبیله خود برگشت و همون تجارتی را که بین قبیله ثمامه بود و بین مکه مکرمه بسته کرد و در مکه چنین یک نرخها بالا رفتند و حتی مردم گرسنه شدند و به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشتند که یا رسول الله یا محمد، گفتند این ثمامه که
ایمان آورده است. امروز این مال و متاع و خوراک را برای ما راهش را بسته است. ما تو را یک انسانی با رحم، انسان کریم، سخاوتمند میشناسیم و برای سمامه امر کن تا اینکه این را از بین برداشته باشد. و رحمت پیامبر گرامی اسلام ببینید که چقدر رحمت للعالمین است. حتی با دشمنهای خود، با مشرکین مکه که اینقدر سال با او جنگیدند، رحم میکند و امر میکند در نامه به سوی سمامه که این تجارت را همچنان که در قدیم در پیش بود باز هم اون را گذاشته باشد. و سمامه این چنین میکند و باز هم به سوی مکه مکرمه همچنان که در قدیم از طعام و از مال می آمد چنین باز هم تجارت پیشینه برقرار کرده می شود. و دوستان عزیز ببینید که در این قصه ما هم از رحمت پیامبر و هم از این قصه ما می آموزیم که چگونه یک سردار بر زیردستان خود باید رفتار کرده باشد. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم اسیر را، یک نفری که با او دشمنی کرد، بازداشت کردند. او را نه شکنجه کردند، نه زندانی کردند، نه او را به قتل رسانیدند، بلکه با یک رحمت او را با یک طرز اسلوب بهترین او را دعوت به سوی اسلام کردند. و اینجا علما میگویند که ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در اصل دشمن کسی نیست و مسلمان ها هم باید دشمن کسی نباشند، و جز دشمنی در آنجاست که عمل بد، همان عمل بدی را که سمامه کرده بود، صحابگان را به شهادت رسانده بود، دشمنی بر همان عمل بد است. و در حالی که سمامه و پیامبر صلی الله علیه و سلم به حکمت خود، به بصیرت خود، به علم خود دیدند که سمامه می تواند که مسلمان گشته باشد و در اسلام خدمت کرده باشد، او را رها کردند و مسلمان شدند و همون خدمت خیلی بزرگی را برای اسلام کردند. زمانی که مسیلمه کذاب زیادی از صحابگان را به قتل رسانید و خود را پیامبر اعلان کرد، همین سمامه در روپروی همین مسیلمه کذاب برخاست و از مردم دعوت کرد که در دین اسلام ثابت باشند و از دین بیرون نشوند و با مسیلمه کذاب جنگید تا اینکه به اسلام رو آورده باشد، اما موفق نشد و مسیلمه کذاب را با همون کذب و کفرش به قتل رسانیدند. این بود دوستان عزیز یک قصه کوتاه از حیات صحابه گرام حضرت سمامه. خداوند از شجاعت صحابگان گرام و از محبت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم برای همه من و شما نصیب کرده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.